من میخواهم زن دوم بگیرم اما همسرم راضی نیست. چه کار کنم؟ خب میخوای بندازی گردن من؟ شما که نتونستی همین یک زن رو راضی بکنین، دو زن رو میخوای چطوری راضی بکنید؟ لابد شنیدید که به اصطلاح دو زنی ها در روز قیامت بدون حساب و کتاب به بهشت میروند. یک داستانی هست و استاد ما جناب مولانا منظور احمد منگل اینو البته از روی مزاح اینو توضیح میدادن. میگفتند که دو زنی ها در روز قیامت بدون حساب و کتاب به بهشت میروند. البته اگر دیدید که در وسط برنامه بدون مقدمه لایو قطع شد، بدونید که یک بلای سر ما اومده. ایشون میگفتند در روز قیامت خدای اعلام میکند که دو زنی ها جدا بشوند. دو زنی ها وقتی جدا میشوند الله متعال به اینا میفرماید که شما مستقیم بروید به بهشت، بر شما حساب و کتابی نیست. بعد از اون کسایی که یک زن بودند، یک زنه ها، اینا اعتراض میکنند خدایا اینها در دنیا هم به میل دلشون رسیدند و به قول معروف به اصطلاح حال خودشون کردند و الان هم که قیامت شده اینها رو بدون حساب و کتاب بردی به بهشت و ما بیچاره ها که هم در دنیا به مراد دلمون نرسیدیم اینجا هم باید حساب پس بدیم. گفتند که الله متعال میفرماد که این بیچاره ها در همون دنیا جهنم خودشون رو کشیدند، حالا بذارید که در آخرت راحت باشن. منتها این صرفا یک حرف مزاحی هست و به اصطلاح واقعیتی نداره. اگر شما این حرف رو شنیدید به خاطر این زن دوم نگیرید. و واقعیت این است که دو زنی ها در روز قیامت وقتی که مبعوث میشوند، به قول معروف و اصطلاح عامیانه شاسیشون کج هست. این دقیقاً فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بنابر روایت سنن ابو داود هم اومده، ترمذی هم این رو نقل کردند از ابو هریره رضی الله تعالی عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان له امرأتان یمیل لاحدهما علی الاخرى، اگر یک کسی در دنیا دو تا زن داشته باشه که عدالت را رعایت نکند و میل داشته باشد به طرف یکی از اون دوتا و یکی دیگر رو به صورت اذیت و آزار به صورت رسانده باشد، در روایت اومده که جاء یوم القیامت احد شقیه مائل، در روز قیامت بیگونه‌ای خواهد آمد که یکی از نصف بدنش، یکی از دو نصف بدنش کج هست، فرو افتاده هست، یا به قول معروف همون شاسیش در واقع کج هست. این واقعیتی هست. شما به جای این که فکر میکنید که بدون حساب و کتاب به بهشت بروید، شاید که عاقبت و آخرتتون به اصطلاح این گونه خدا نکرده باشد. اما از نظر حکم شرعی به اصطلاح تعدد و زن دوم و سوم گرفتن به عنوان یک نیاز هست و مشروط هم به نیاز هست و هم به عدالت هست. کسی هم واقعا نیاز داشته باشد و هم این که به اصطلاح بتواند که عدالت رو در میان دو تا همسرش مراعات بکند. عدالت هم به اصطلاح بحث مبیت هست، یعنی تقسیم وقت در شب هست و همچنین در نفقه نان و به اصطلاح پوشاک هست و هم در مسکن هست که در این گونه موارد حتما باید انسان عدالت را رعایت بکند. اما کسی که نمیتواند رعایت بکند یا نیازی ندارد، همین است که الله متعال میفرماید در سوره نساء فإن خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر نمیتوانید در میان زنان عدالت را برقرار بکنید، در اون صورت به همون یک زن در واقع اکتفا بکنید.